سلام بچه‌ها، چطورین؟ حسامم و خوش اومدید به چه چنلی؟ چنل دوم در واقع، حالا چنل زاپاس، حالا یا چنل جدیدم، واقعا چنل رسمی جدیدم. چنل قبلی من متاسفانه بسته شد. احتمال برگشتنش نمیدونم چجوریه. حالا من نمیتونستم اصلا بیام جلو دوربین، اصلا حالم خراب بود. البته خیلی فکر کردم که چی کار کنم، چنل بزنم، حرکت بزنیم، ادامه بدیم تو این چنل، مثلا راهش رو دوباره از صفر، یعنی من در واقع باید شروع کنم. ببینیم، نمیدونم چی بگم دیگه. به هر حال یه زحمت خیلی زیادی بود که به سختی، یعنی من خیلی تو یوتیوب سختی کشیدم، به سختی بالا اومد و الانم که بسته شد. دلیل بسته شدن مهم نیست. خیلی از بچه ها چنلشون بسته شد، حتما میدونید پیکی وان چنلش بسته شد. خیلی از بچه ها زیادن، بچه هایی که حالا همشون تو رپدری نبودن، فرشاد فور لایف، رپ فارسی تیوی و یه سری چنل دیگه، خیلی از چنل بسته شدن و یه اتفاق اصلا کلا نادری بود. یعنی اینجوری نبود که مثلا یه چنل بخواد استرایک بخوره بقیه چنل بسته بشن، چون توی ایران که به هر حال کشور خیلی خوبی داریم، نمیتونیم حساب بانکی خودمون رو تو کشور خودمون داشته باشیم، مجبوریم با یه واسطه ای کار بکنیم که اون واسطه حالا یه بانک اکانت داره، 2 تا بانک اکانت داره، 4 تا داره، که مثلا حالا 4 تا چنل رو به یه اکانت وصل میکنه. اون اکانت براش مشکلی پیش بیاد، 4 تا چنل با هم دیگه بسته میشن. گفتم حالا دلیل بسته شدنش هم حالا مهم نیست، کلا به هر حال اتفاقی که افتاده من تو گذشته زندگی نمیکنم. من اینجوریم، یعنی سعی میکنم که ریکاوریم زود باشه، یعنی یه هفته، نمیدونم 2 روز، 3 روز، 4 روز. فقط روز اول بود که خیلی به هم ریختم و فقط داشتم فکر میکردم که آقا چیکار کنم، چنل جدید بزنیم نزنیم. خیلی از بچه‌ها پیام دادن تو این استا و من جواب نمیدادم، چون چی بگم آخه. اصلا هر حرفی که راجع به اون چنل، راجع به بسته شدنش، ازش سوال بپرسین راجع به اون، منو آزار میداد، چون دوست نداشتم راجع بهش حرف بزنم. دوست داشتم بیشتر یه جوری باشه که آقا من اصلا چنل نداشتم تا حالا، این چنل تازه زدم دیگه، چنلی نداشتم از قبل. احتمال برگشتن اون چنل هست بچه ها، احتمال برگشتن اون چنل هست اگه به طور کامل برگرده، یعنی مثلا اتفاقایی که براش افتاده همه پاک بشه، چنل قابل استفاده است. ولی اگه نه، مشکلاتی که رو چنل بوده بمونه ولی فقط چنل برگرده، فایده این نداره اون چنل رو ادامه دادن و چنلیه که بهش لطمه وارد شده، در واقع مرده، در واقع ترکیده. نمیدونم دوستان. و همین، این ویدیو رو گرفتم گذاشتم. سعی میکنم براتون موزیکای جدید، من خبرشو دارم، یه سری موزیکا اومده، چه از فردا تایم، چه از فضایی، چه از بچهای دیگه، من دنبال میکنم، اما نمیدونم که ریاکشنشو میذارم، چون نمیتونم اکت کنم اونقدر که آره من حالم خوبه و با این موزیک دارم حال میکنم. نه، مودم وقتی خراب باشه ممکنه اصلا یه حرفای دیگه ای بزنم، ممکنه عکسم خوب نباشه، ممکنه، ولی از قبل یه ویدیو آماده هست، ممکنه بذارمش. کلاس. تنها کاری که بچه ها میتونید بکنید اینه که یه حمایت ریزی بکنید که یکم حداقل این چنل زودتر بیاد بالا. حمایت خیلی کوتاه، خیلی ریز، خیلی کم، اصلا هر شاید دیگه خودتونم بلدید، سابسکرایب و کامنت و چه لایک و این داستانا خیلی کمک میکنه و معرفی بکنید به دوستاتون، اون بچه‌هایی که سراغ چنل رو میگیرن و دیگه همه رو خودتون میدونید. هر طوری که همیشه حمایت های بچه ها بوده دیگه که من ادامه دادم، همیشه به خاطر اون حالا 10 تا پیمی که برای من اومد، من گفتم آقا یه ویدیو بگیرم که توش بگم حداقل اینجوری شده. چنل دوم شاید اتفاق بیفته، یعنی تو این چنل شاید کار بکنم.
ولی نمیدونم چقدر زمان میبره. نمیدونم اصلا کار میکنم. شاید به پایان حسام ویروس رسیدیم، کلا به پایان چنل. نمیدونم بستگی داره که چجوری باشه، فیدبک ها چجوری باشه. اگه من بخوام 6 ماه 7 ماه زمان بذارم که دوباره بدون هیچ درآمدی، چون تنها درآمد من یوتیوب هم بود و خیلی سخته دیگه، خیلی سخته. ولی اگه بشه زودتر من بتونم این چنل رو سرپا کنم با حمایت تک تک بچه ها، شاید برگردیم. همین داستانی که پیش اومد، این 3-4 روز سرچ میکردین حسام ویروس نمی اومد، دلیلش این بود که چنلی وجود نداشت که بیاد و امیدوارم واسه این چند روز نبودن منو ببخشید. دمتون گرم. عشقت.